بیدرک شدن یمیره ما به سال 15 سال گذشتگی تخمین روزای 15 16 میده کابل اهم مقاماتوی خیلی فهمیده توی وقت درک نداشتیم که یعنی دولار ما رای زده گری که بیدرک شده گری کجا رفته گری مقاماتو اومدم گفتن که میگن که دولار تو در سوریه گویا که همونجا با زخمی هم شده باشه بعد من زنگ زدم پرسیدم دولار آمده دولار دیگری من در روسیه هست همه طرح که گفتن پرسیدن درکش نیفتم همین بین قریب 15-20 روز گذشت تخمین روزهای پنجم یا که ششم ینور ای طرفی دولت ترکیه یک زنک زنگ میزنه به زبان شکسته روسی سامدین دا میبروید علاقه دا میبروید میگه که دودر شما عثمان ظهیر هست همه خیلی خیلی میکنه که هو هست جمعی دودر ما همین ما در سرحد ترکیه ما همین را گرفتگیم محکمه اویسته اویسته معلوم شد که در حقیقت همین دولار ما در ترکیه محکم بوده اونجا محکم شده زخمی شدن شد یا که نبودن شد تا حاضر ما انی گفتن نمیتونم من فقط ای زبانی همو کارمندای مسئول مقامات رو گفتن میتونم که همه ما را گفتن که همین دولار چه زخمی هست کجاش زخمی هست تو چی درجه زخمی هست در چی وضعیت وضعی سلامتیش من گفتن نمیدونم وقتی که در همه ترکیه بگیم در همه محبسخانه باشه و چی باشه اونجا محکمش میکنن با کدوم واسطه نمیدونم خطی اما آیت الله علاقه نمیبرید میگه که مرا شخصا همینجا آوردگی هم با طوری فشار آوردن زوراوری آوردگی هم من خودم یارو اصلیه در دستم گرفتگی نیستیم من راننده شده کار کردگیم راننده شده کار کردگیم ما وقتی که فهمیدیم که همینجا همه خیلی وضعیت ناگوار در غلطیدگی ما همینجا حقیقت کار نیست کار تماما دیگره مرا مجبور کردن که سلاح به دست بگیر ما گریختم اینجا گریختم یک بار با قفیدن آوردن مجبور کردن گفتن که سپر میشه پیش میروید این دفعه با گریختم و شهر را نمیدونستم طرفی همون سمتی که باید حرکت کنیم دیل خود طرف نمیدونیم یک دیل خود طرف گرفتم حرکت کردم اومدم در دستی همین مرزبانای ترکا غلطیدم